به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. تاریخ انگلستان از قدیم، از آغاز تا کنون، نوشته هارولد جی شولز هستش و آقای عباس قلی غفاری فرد این کتاب رو ترجمه کردن و انتشارات نگاه در سال 1394 این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا نوشته خیلی کوتاه رو در مورد نویسنده کتاب برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. درباره نویسنده هارولد جی شولز مدیر گروه تاریخ دانشگاه استنسون است. او کانادایی است اما در بریتانیا در گرایش تاریخ مشترک المنافع در دانشگاه میشیگان فوق لیسانس و مشترک المنافع مرکز پژوهش‌های دانشگاه دوک دکترا تحصیل کرده است. دکتر شولز در 1966 یک ترم تابستانی در دانشگاه سوکس انگلستان سخنرانی داشت و در کالج ریجنت پارک دانشگاه آکسفورد در سال 1969 تا 1970 استاد مهمان بود. او در 1967 بورسیه‌ای برای انجام یک سمینار تابستانی در افریقا دریافت کرد. دکتر شولز نویسنده لیبرالیسم و دولت انگلستان، فردگرایی یا جمع‌گرایی، نویسنده نارضایان مصلحت اندیش است. اما کتاب رو با هم ورق میزنیم با این نوشته زیبا از اسپینوزا. اسپینوزا نوشته: من تلاش‌های فراوانی به عمل آوردم، نه برای استهزا، نه برای سوگواری، نه برای خار داشتن کارکردهای بشر، بلکه برای تفهیم آنها. این گفته به راستی کارکرد و دلربایی تاریخ نگاری است. اما یکی از مشکلاتی که پژوهشگر جدی تاریخ را به سطوح می‌آورد پیچیدگی آن است، زیرا در ثبت امور بشری نظم و ترتیب چندانی به چشم نمی‌خورد. تاریخ از مسیر یگانگی، واقعیت و فردیت می‌گذرد و به همین دلیل تاریخ پیچیده، رنگین و در برگیرنده ویژگی‌های دنیایی است که قالب تاریخ را ساخته است. به هر حال برای طرح پرمعنی‌ترین بررسی تاریخی، مروری کلی بر دوره یا مردم مورد بررسی به منظور مشاهده اکثریت آنها و رویدادها و طرح پرسش‌های قاطع چگونگی و چرایی بروز آنها برای قابل درک ساختن روابط میان انسان‌ها و اندیشه‌ها و رویدادها بسیار ارزشمند است. شاید مرور کلی جریانات و رویدادهای برجسته تاریخ انگلستان بتواند دانشجو را قادر سازد تا به یک چهارچوب تاریخی برای کمک به شناخت مردم بریتانیا و شیوه زندگی آنها دست یابد. مسلماً درک دستاوردهای بریتانیا در راستای شناخت بسیاری از نهادها و اندیشه‌های دنیای خود ما از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا این سرزمین کوچک جزیره‌ای میراثی بر جای نهاده که تا ماورای سواحل جزایر بریتانیا راه یافته است. برخی از دستاوردهای گوناگون آن عبارتند از نظام پارلمانی، مفهوم پادشاه قانونی، عرف، داستان‌های شکسپیر، انگلیکان، متودیست، کلیساهای کانگریگیشنال، بازی فوتبال، انقلاب صنعتی، انشاء حکم احضار به دادگاه، صلح بریتانیایی و دول مشترک المنافع. بسیاری از نهادها و سنن جهان انگلیسی زبان مدیون کشور مادر و نیز مدیون میلیون‌ها مهاجر انگلیسی است که ترجمان این اندیشه‌های جامعه آزاد در مستعمرات بودند. ایالات متحده بزرگترین نوع این مهاجرت هاست. تقریباً نیمی از دوران تاریخ امریکا اساساً به تاریخ مستعمراتی بریتانیا برمیگردد و آل روز مورخ برجسته دوران الیزابت با این دیدگاه که
ایالات متحده چراغ هدایت جهان آزاد را از انگلستان گرفته استدلال می‌کند که امریکا روی هم رفته بزرگترین دستاورد مردم انگلیس است. بنابراین امید است که این دستار کوتاه دانشگاهی بتواند هم به عنوان خلاصه‌ای از تاریخ انگلستان و هم تحلیلی از این میراث و دستاورد به کار گرفته شود. قادر نخواهیم بود از اشخاص متعددی که در ترتیب این کتاب از آموزش‌ها یا مشورت‌های آنها بهره‌مند بوده‌ام به طور شایسته تشکر و قدردانی به عمل بیاورم. من مخصوصاً مدیون هارو گراولین از کارکنان هیئت تحریریه بارنز و نوبل هستم. نکته‌سنجی‌های دقیق و پیشنهادهای بیشمار او محرک من در تلاش برای تهیه این طرح بود. همچنین باید از همسرم کارولین به دلیل تشویق‌های مداوم و تجدید فنجان‌های قهوه تا دیرگاهی از شب تشکر نمایم. هارولد جی شولز. فصل اول. شالوده‌های انگلستان. اوایل تاریخ انگلستان را اساساً یک سلسله تهاجمات تشکیل می‌دهد. روزگار درازی از تاریخ بریتانیا با تهاجمات رومی‌ها مشخص می‌گردد که طی آن انبوه جنگجویان مهاجر پشت سر هم در سواحل انگلستان پیاده شدند. در اینجا مهاجران با طوایف دیگر در هم آمیختند تا آنجا که بریتون‌ها اکثراً اقوام دوریه را تشکیل دادند. این تهاجمات نخستین از آن رو شکل گرفت که جزیره جذابیت زیادی برای تهاجم داشت. در پی این مهاجران اخیر سلت‌ها جزیره را مطیع ساختند و لژیون‌های رومی نیز به نوبه خود سلت‌ها را منقاد کردند. مردم یک جزیره. مرکزیت تاریخ و ویژگی مردم بریتانیا را باید در موقعیت جغرافیایی بریتانیا جستجو کرد. با توجه به این موقعیت، انگلستان بخشی از اروپا است که با فاصله 21 مایل از سطح قاره دارای هویتی جداگانه و جزیره‌ای است. بدین ترتیب در روزگار نخست رابطه بریتانیا با دریا بردبارانه و آرام، در روزگار معاصر فعالانه و زیاده‌خواهانه بوده است. در هر دو صورت بریتانیا کلیدی برای داستان خود به حساب می‌آید. سرزمین و منابع آن. ساختار طبیعی، اوضاع اقلیمی و معادن کشور نخستین مهاجمان را به سکونت ترغیب کرد و راههایی را که آنها باید می‌پیمودند مشخص ساخت. مهاجمان متوالی با طبیعتی خشن به اراضی ثروتمند و قابل حصول سرزمین‌های جنوبی و شرقی بریتانیا دست یافتند و سکنه اولیه آنها را به سوی شمال و غرب راندند. جزایر بریتانیا شامل 5000 جزیره کوچک بریتانیا، ژولیوس سزار آنها را بریتانیا نامید و ایرلند با مساحت تقریبی 120,000 مایل مربع به انضمام ناحیه انگلستان با اندکی کمتر از نصف این میزان یعنی 50,331 مایل مربع بود. از قرار معلوم بشر در عصر کهن سنگی به بریتانیا آمد و در این هنگام سرزمین مذکور از قاره اروپا جدا نبود. پایان عصر یخبندان کاهش انجماد سطح طبیعی سرزمین را تغییر داد و آن را به صورت یک جزیره درآورد. اما ارتباط نخستین با قاره نشان می‌دهد که جانوران و گیاهان بریتانیا دقیقاً با جانوران و گیاهان اروپای شمالی یکسان بودند. اشکال جغرافیایی. نقشه طبیعی بریتانیا نشان می‌دهد که چرا انگلستان از سوی قاره تا این حد قابل دسترسی بوده. دلیل آن این است که سراشیبی‌های ارتفاعات آن به سوی شمال و سواحل سنگلاخی اقیانوس اطلس به پایین به سوی دشت‌های وسیع جنوب شرقی قرار گرفته است. از آنجا که عموماً سراشیبی‌های این سرزمین از شمال به جنوب شرقی است، لاجرم بسیاری از رودخانه‌های انگلستان در مسیر سواحل جنوب و شرق جریان دارند. مهاجران با راهپیمایی در طول رودخانه‌های ترنت، ولان، نن و تایمز به میدلندز رسیدند. این رودخانه‌ها بعداً به عنوان شریان‌های اصلی تجارت اهمیت دوچندانی یافتند. در جنوب غرب رودخانه سورن همان کارکرد دوگانه را
برای مناطق مرزی ولز به انجام رسانید. مهاجمان پس از رسیدن به ارتفاعات شمال و غرب متوقف شدند و این مناطق نامهربان به صورت پناهگاهی برای فرهنگ‌های قدیمی‌تر مغزوب درآمد. سرانجام دودمان‌های کهن‌تر در ارتفاعات اسکاتلند، ولز، کرنوال ساکن شدند و امروز آنها را کلاً فرع سلتی می‌نامند. اوضاع اقلیمی در هزاره سوم پیش از میلاد مسیح نخستین برزگران از کانال مانش گذشتند و با ابداع شیوه نوین زندگی جامعه موجود شکارچیان غارنشین را کلاً دگرگون ساختند. گله پرورش دادند، غله کاشتند و سپس صنعت سنگ معدن را گسترش دادند. آب و هوا ملایمتر انگلستان پس از عصر یخبندان برای رشد غلات بسیار مناسب بود، زیرا جریان بادها از جنوب غرب از گلف استریم می‌گذشت و دمای هوای انگلستان را گرمتر و ملایمتر از آن می‌کرد که شرایط اجازه می‌داد. با وجود بارندگی مناسب، شرایط اقلیمی اقیانوس ایجاد ابر و مه و غبار می‌کرد تا آنجا که بینندگان از تاسیتوس گرفته تا مسافران عادی درباره نکبت هوای آن سخن گفتند. منابع طبیعی آب و هوای ملایم همراه با خاک غنی کشت جو و گندم را گسترش داد. بنادر مناسب و طولانی، خطوط ساحلی نامنظم، ماهیگیری و تجارت دریایی را متداول ساخت. در حقیقت بازرگانی مدیترانه شرقی با بریتانیا به قبل از فتوحات سلت‌ها باز می‌گشت و بازرگانان مدیترانه داستان‌های مبالغه‌آمیزی درباره طلا و مروارید بریتانیا شنیده بودند. مس و روی به فراوانی یافت می‌شد. اهالی با ترکیب این دو فلز برنز می‌ساختند و این نشانه‌ای از پایان دوران سنگ به حساب می‌آمد. بعدها به طور مناسب به ذخایر زغال دست یافتند و آهن پشتوانه انقلاب صنعتی انگلستان شد. بریتانیا در دوران پیش از تاریخ. در بریتانیا مانند هر جای دیگر داستان بشر و جامعه او را از روی سنگ‌های گوناگون و دوران‌های فلز می‌توان پیگیری کرد. بشر در اروپا به سوی غرب حرکت کرد و در دوران دیرین سنگی وارد بریتانیا شد، چون هر یک از دوران‌های متوالی یا عصر به دیگر جاهای اروپا نیز پیوند داشته. بریتانیا به طور گسترده پذیرای تغییرات فرهنگی در دوران پیش از تاریخ بود. دوران‌های سنگی از روی بقایای سنگ و ابزار استخوانی و اسکلت حدس زدند که انسان نوع متفکر برای نخستین بار حدود 250,000 سال پیش از روی پلی زمینی به بریتانیا وارد شده است. در عصر نوسنگی برزگران پیشانی بلند ظاهراً از شبه جزیره ایبری با عبور از کانال پهلو به پهلوی جوامع قدیمی‌تر شکارچی کشاورزی مختلفی به وجود آوردند. 1000 سال بعد حدود 2000 پیش از میلاد این مهاجران آرام و ملایم طبع به نوبه خود مورد تهاجم جنگجویانی بلند بالا نیرومند پیشانی گرد از اروپا قرار گرفتند و این مهاجمان تمام مناطق قابل سکونت بریتانیا را در دست گرفتند. اینها ابزار فلزی با خود آوردند و به این ترتیب عصر نوینی از برنز را ایجاد کردند. قوم جانساز آخرین مهاجمان به واسطه متداول ساختن ظروف مشروبی که غیر از ظروف رسی بودند به عنوان قوم جانساز شناخته شدند. این تازه واردان در طرز کار با فلز مهارتی داشتند که در ساخت اسلحه و ابزارهای گوناگون آن را به نمایش می‌گذاشتند. آنها لباسهای پشمی و پنبه‌ای می‌پوشیدند، جواهرات را بسیار می‌پسندیدند، اما به کشاورزی علاقه چندانی نداشتند. در حالی که مهاجران نخستین ایبری‌ها زمین را به عنوان خدای مادر می‌پرستیدند. قوم جانساز در معابدی که رو به سوی آسمان داشت خورشید را ستایش می‌کردند. استونهنج که مجموعه مدوری از سنگ‌های عظیم است و تا امروز باقی مانده، یک اثر تاریخی دلربا و تأثیرگذار متعلق به همین دوره است. سپس مهاجران دیگر از راه رسیدند و تا 1500 قمری میلادی سنن ترکیبی، فرهنگ مشخص وسک در بریتانیا را
به وجود آورد. یعنی یک دوره برنز، یک مذهب و روحانیگری سازمان یافته و یک ساختار قبیله‌ای متمرکز بر پیرامون رئیسی پادشاه مانند و ظهور تدریجی یک آریستوکراسی. مهاجمان سلتی آخرین مهاجمان اولیه سلت‌ها بودند که رومی‌ها درباره این نخستین فاتحان مطالبی نوشتند. سلت‌ها تمدن بالاتری از عصر آهن را با خود همراه آوردند. ریشه‌های سلت واژه سلت در اصطلاحات هویتی بریتانیا موضوعی فراتر از تمدن و زبان یک قوم است. سلتی‌های متکلم به زبان فرانسوی و آلمان غربی به منظور رهایی از درگیری‌های قاره‌ای به جزایر بریتانیا مهاجرت کردند. در نخستین سده پیش از میلاد مسیح گروه‌های مهاجم سلت که به تبرهای جنگی و شمشیرهای دولبه مسلح بودند در سواحل جنوبی و شرقی پیاده شده به سوی خشکی حرکت کردند. جامعه سلت مهاجمان پارچه می‌بافتند و موهای خود را می‌تراشیدند و برای نخستین بار به کشاورزی و فنون مهم روی آوردند. جوامع کشاورزی در کلبه‌های روستایی یا خانه‌های رعیتی می‌زیستند و طایفه مرکز تشکیلات اجتماعی آنها شمرده می‌شد. فرهنگ سلتی با گذشت سالها پیشرفت کرد و قبایل در استفاده از روی، برنز و آهن تخصص یافتند. سفالینه‌ها و کلاهخودی‌های فلزی آنها بیانگر دلبستگی فزاینده و توانایی آنها در هنرهای تزئینی و آرایشی است. بریتون‌های جنوبی سکه طلایی مانند سکه طلایی مقدونیه داشتند و رهبران قبایل آنها در زندگی خوشگذران بودند و با صدور شراب و کالاهای تجملی بر دارایی خود می‌افزودند. در نهایت سلت‌ها آنچنان که به یکباره تصور شده صرفاً بدویان درنده‌خوی پوشیده با رنگ آبی و در ورای تمدنی رنگ پریده قرار نداشتند. مذهب سلت درویدگرایی در انگلستان ریشه گرفت و در گل یا گن و ایرلند پراکنده شد. درویدها فرقه‌ای از کشیشان سازمان یافته بودند که اقتدار زیادی داشتند. آنها مذهب ترس و فناناپذیری را ترویج می‌کردند. خدایانی با طبایع متعدد در بیشه‌های مقدس را می‌پرستیدند و قربانی‌های انسان به آنها تقدیم می‌نمودند. کشیشان دروید دارای اعتبار بودند و به عنوان قضات و رهبران اعتقادی قبیله عمل می‌کردند. بریتانیا و گلسلت، درویدگرایی، بازرگانی و قرابت قومی سه علاقه میان بریتانیا و گله بود. این علاقه در 75 پیش از میلاد که قبایل بلژیکی گل مدعی جنوب شرقی بریتانیا کند، میدل اسکس و هرتفوردشایر امروزی به عنوان ممالک خود شدند جلوه بیشتری یافت. سلت‌های گال سلت‌های بومی را از بهترین اراضی جنوب شرقی پراکنده ساخت و نخستین قبیله‌ای بود که با مهاجم بعدی سزار روبرو شد. فتوحات روم و همبستگی رومی‌ها برخلاف نخستین مهاجمان سلت یا مهاجمان اخیر ساکسون برای حکومت و بهره برداری از جزایر به عنوان بخشی از امپراتوری به بریتانیا آمدند، نه برای پراکنده ساختن اهالی و گرفتن جای آنها. اهداف رومی‌ها در این شیوه نوین فتوحات پیامدهای کاملا متفاوتی به بار آورد. حکومت روم اگرچه شهری و کارآمد بود، اما به صورت بیگانه باقی ماند و به همین دلیل تنها در زمان خود مؤثر بود. فتوحات روم الحاق بریتانیا نمی‌توانست هدف اولیه توسعه‌طلبی روم را فراهم آورد، زیرا جزایر بریتانیا برای حاکمان امپراتوری روم به منزله تمدنی بیگانه محسوب می‌شد. لکن رومی‌ها زمانی به فتح و مستعمره‌سازی بریتانیا پرداختند که برتری نظامی و تشکیلات سیاسی آنها مسلم بود. حملات جولیوس سزار 55 تا 54 پیش از میلاد. جولیوس سزار در خلال فتوحات گل دوباره به بریتانیا حمله کرد. مسلماً یکی از اهداف او در این حملات تنبیه بریتون‌های جنوبی بود که به خویشاوندان
نزدیک خود در شمال گل یاری می‌کردند. بدون تردید شهرت و موقعیت سزار نیز با پیروزی دیگری که خراج و برده برای حامیان او در روم و غنیمت برای سربازان به همراه داشت فزونی می‌گرفت. نخستین تهاجم او 55 پیش از میلاد با شکست نظامی همراه بود. او پس از زد و خوردی کوتاه با طوایف کند در نزدیکی دور عقب نشینی کرد، اما سال بعد با 5 لژیون بازگشت. سزار این بار در چندین جنگ بر ضد کاسیولونوس پادشاه بلژیکی قوم کاتالونی پیروزی به دست آورد. از ساینت گذشت و تقریباً به جای رسید که اکنون لندن در آنجا قرار دارد. بریتون‌ها درخواست صلح کردند. سزار که با آشوب‌های تازه‌ای در گل روبرو بود، عهدنامه‌ای با شرایط آسان با آنها منعقد ساخت و به گرفتن گروگان و قول پرداخت خراج سالیانه بسنده کرد. سپس رومی‌ها بدون اشغال دائمی از بریتانیا رفتند. سزار با وعده عطایای مالی بیشتر در روم تطمیع شد و به دنبال آخرین پیروزی و فاجعه از روبیکان گذشت. پیامدهای تهاجم سزار در تفسیرهایش در کتاب خود با عنوان درباره جنگ با گلها به روشنی پیروزی‌هایش را مجسم ساخته، اما حملات او به بریتانیا جز گسترش بازرگانی میان بریتانیا و ایالت لاتینی شده گل پیامد مداوم چندانی در بر نداشته است. حالا بازرگانان و مهاجران رومی با مسالمت وارد بریتانیا می شدند و فرهنگ و نفوذ رومی را پراکنده می ساختند. همچنین تهاجم سزار ثابت کرد که رومی ها در صورت صرف وقت و به کارگیری اشخاص مورد نظر می توانند بریتانیا را بدون زحمت زیاد فتح کنند. تقریباً پس از گذشت 100 سال زمینه انجام این کار فراهم شد. آمون کلودیوس از آنجا که روم به مسائل فوری مشغول بود، بریتانیا تا 43 میلادی مورد تعرض قرار نگرفت تا آنکه کلودیس به اولوس پولوتیوس فرمان داد تا به جزیره حمله کند. دلیل این تصمیم آن بود که امپراتور نگران ترقی و تحریکی بود که به واسطه شورش در گل در حال انجام بود و درویدها محرک آن بودند. دلیل دیگر تصمیم کلودیس این بود که او اصالتاً از گل بود و همین امر باعث فزونی علاقه او به فتح بریتانیا میشد. مدافعان بریتانیا به فرماندهی کاراکتاکوس پسر کونبیلونوس یا کیمبیلین شکسپیر مقاومتی سخت اما پراکنده از خود نشان دادند. تاسیتوس بعدها این حقیقت را چنین تغییر کرد: بیشترین امتیازها در رویارویی با قبایلی به این نیرومندیان است که آنها هماهنگ عمل نمی‌کنند. به ندرت 2 یا 3 قبیله برای دفع خطر مشترک گرد هم جمع می‌شوند. بدین ترتیب تا زمانی که آنها منفرداً جنگ کنند، غلبه بر همه آنها میسر خواهد بود. خود کلودیوس مدت کوتاهی فرماندهی لژیون‌ها را به عهده گرفت. پولوتیوس در مدت 3 سال بریتون‌های متفرق را به صورت جنگجویان نامنظم تلافیجو درآورد و جنوب شرق بریتانیا را مطیع حکومت روم ساخت. اما هنگامی که لژیون‌ها به کوههای ولز و خلنگزارهای شمالی رسیدند، مانند هر مهاجم موفق دیگر با مخالفت سرسختانه روبرو شدند. فتوحات بعدی روم در خلال فرمانروایی اسکاپولا و سوتیونیوس اشغالگری‌های رومی‌ها به سوی شمال و غرب کشیده شد، در حالی که سوتونیوس درویدها را در عبادتگاه مقدس مرکزی آنها در انگلسی سرکوب می‌کرد. ایسنی‌ها به رهبری ملک بودیکا شورش کردند. ایسنی‌ها و قبایل مجاور آنها به رومی‌ها حمله کردند و بریتون‌ها که اموالشان از سوی رومی‌ها مصادره شده و رومی‌ها به ملکه آنها و دخترانشان در ملأ عام تجاوز کرده بودند، در شهرهای کلچستر، لندن و ورولامیوم به آنها پیوستند. در این قیام 10,000 تن کشته شدند. فرماندار سوتیونیوس با لژیونرهای خود بازگشت و در جنگی تمام عیار شورش را در هم شکست. بودیکا مسموم شد و کینه‌جویی رومی‌ها به بریتون‌های سرکش تحمیل گردید. در 78 میلادی آگروکیلوا به فرمانداری تعیین شد. او فتح ولز را
تکمیل کرد و پس از پیروزی در مونس گروپیوس سلطه روم را تا اسکاتلند گسترش داد. آگاهی ما از رهبری توانمندانه آگریکولا و مدیریت او بسیار بیشتر از هر فرماندار دیگری است، زیرا تاسیتوس مشهورترین مورخ رومی داماد او بود. آگریکولا بیش از احضار از سوی روم توانست با سیاست مسالمت‌آمیز خود جنوب انگلستان را آرام سازد. در جاهای دیگر بریتانیا توسعه نظامی تقریبا متوقف شد. پادگان‌های رومی به 3 لژیون محدود گردید که در مرکز استراتژیک نزدیک مرزها کارلئون و چستر در مرز ولز و در بورگ در شمال مستقر گردیدند. تحکیم نظامی پیشروی‌های آگریکولا در پی یک سرکشی در اسکاتلند بی‌نتیجه ماند و از سلطه روم در پی پیروزی‌هایش در اسکاتلند جلوگیری شد. امپراتوری هادرین در 122 میلادی برای حفظ انگلستان از ساخت و سازهای بربرها فرمان داد دیواری از رودخانه تاین تا سولویفرز ساخته شود. این دیوار مشهور به طور کلی انگلستان را از اسکاتلند جدا کرد. امپراتور بعدی آنتونیوس پیوس سلطه روم را به سوی شرق گسترش داد و دومین استحکامات یعنی دیوار آناتونین را در 143 میلادی ساخت. اما رومی‌ها منابع خود را بیش از حد برآورد کرده بودند و قبایل شمالی هر دو دیوار را زیر پا گذاشتند. تا بیش از تقویت دژها و مرزها از سوی امپراتور سوروس سیمای صلح در شمال مشاهده نشد. این جنگ‌های شمالی بهایی بود که روم در خلال 2 سده برای حفظ انگلستان جنوبی و صلح پرداخت کرد. خب تا ابتدای صلح رومی من تونستم براتون بخونم. این کتاب بسیار زیباست. اگر به تاریخ کشورها علاقه دارین حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی خدا نگهدارتون.